مخلصم. خوبی داداش؟ حالت خوبه؟ چاکرم. یه سیگار داری به من بدی؟ دست درد نکنه. واسه فروش میخوای یا واسه خودت کشیدنته؟ نه والا میخوام یه خرید فروشی بکنم، سود بکنم سرش دیگه. به صحبت کردم. چقدر میخوای حالا؟ به 400 500 گرم میخوام بخرم دیگه ازت. قیمت چند؟ اینم هم نقد. حالا موجودی هم اگه میخوای من بهت حساب نشون بدم. موجودی نشون بدم. اینم موجودی حساب منه. 55 میلیون موجودی است. چند وقت خودت میفروشی خودت؟ والا زیاد نیست، یه چند ماهه. چه بچه‌شون میلاینا؟ والا کسی نمیشه. تازه کاری یعنی؟ تازه شروع کردم. باشه من این نمونه بهت میدم. دست در نه. چقدر میشه فقط؟ خودش بالای نمونه رو داشته باش. بگو دیگه. اون نمونه داداشم چند دقیقه دیگه آیا؟ من یه رو 20 دقیقه دیگه به زنگ میزنم. برو دنبالش. مخلصم. آقا این نمونه‌ای که دادی خیلی عالی بود. بی زحمت یه 500 گرم برام میذاری کنار بیاری الان؟ گفتم به داداش باشه دست درد نکنه دیگه، من منتظرتم. همون لوکیشنی که داده بودی همونجام دیگه. یه 500 گرم بی زحمت برای من بذار کنار. آقا رویت شد اومد بیرون ها. آقا یا علی اقدام. یه بازرسی بدنی بزنی. این چیه پسر تو جیبت نگه می‌داری؟ پیدا کردم اینا رو. فقط تو پیدا کردی؟ این خونه اینجا؟ من دیدم. آدرس